بیانیه شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جلسه خود از 25 آگوست سال 2015 وضع سیاسی کشور و خصوص فشار و پایمال‌کنی‌های روزهای اخیر مقامات دولتی علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بررسی نموده آن را ادامه تطبیق پروتکل معروف 3220 می‌داند که هدف اصلیش با راه‌های غیر قانونی ضعیف و از صحنه بیرون کردن همه نیروها و افراد گوناگون از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می‌باشد. حکومت جمهوری تاجیکستان با راه‌اندازی سیاست‌های سرکوبگرایانه علیه نیروها و شخصیت‌های مستقل و قوی سیاسی، رواج دادن فساد اداری و مالی، جمع نمودن قدرت سیاسی، نظامی و مالی کشور در دست یک گروه، شکستن غرور و کرامت انسان‌ها، دخالت به امور شخصی، مذهبی و فرهنگی شهروندان، عملاً کشور را به یک دولت خودکامه عصر میانگی تبدیل داد که باید همه انسان‌ها طبق خواسته و فرمان یک گروه خود یا یک نفر زندگی نمایند. کنستیتوسیای کشور تاجیکستان را یک کشور دموکراتیک حقوق بنیاد یگانه و دنیوی اعلام کرده است که در آن حقوق و آزادی انسان بالاترین مقدسات حسابیده می شود و دولت وظیفه‌دار است که پیش از همه آزادی و حقوق انسان‌ها و سازمان و اتحادیه‌ها را تأمین و حمایت نماید. اما امروز نهادهای دولتی خود تبدیل به وسیله اساسی قانونشکنی علیه شهروندان و پایمال کردن حقوق آنها و به همین ترتیب ویران کننده اصلی کنستیتوسیا در کشور گشتند. هر نهاد دولتی میتواند با یک امر و فرمان شفاهی مقامات بالا دستور محدود بستن و حبس کردن را صادر نماید. تحقیق این حادثه نشان داد که تصمیم بستن دفتر مرکزی حزب عملی کردن آن توسط مقامات دادگاهی و اجراییه در یک مدت کوتاه و شتاب زده گرفته شده است که به واسطه به قرار ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره برگزار کردن انجمن نوبتی حزب ربط دارد. چون نتوانستند حزب را قبل از انجمن با برنامه‌های انجام داده اشون فلج نمایند و وانمود سازند که حزب خودش از داخل پراکنده گشته است و نتوانست انجمن را برگزار نماید، ناچار دست به چنین یک عمل غیر قانونی و غیر اخلاقی زدند که بیانگر شکست کامل طرح‌های قبلی و ناکام گشتن این برنامه ضد ملی و ضد دینی میباشد. اینچنین شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از مقامات تقاضا میکند که هرچی زودتر دفتر کاری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را باز نموده مانع فعالیت روزمره یک حزب سیاسی در کشور نگردند و وظیفه کنستیتوسیونی خود را انجام داده به درخواست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان درباره جدا نمودن تالار مناسب برای برگزاری انجمن مساعدت نمایند.